جمعیت سهامی کشاده توحید بانک صاحب اولین اجازتنامه برای انجام دادن عملیات‌های بانکی اسلامی در قلمرو جمهوری تاجیکستان گشت. در این باره ریاست جمعیت سهامی کشاده توحید بانک در صفحه فیسبوکی خود خبر داده اعلام کرد که در تاریخ 16 سپتامبر سال 2019 با قرار ریاست بانک ملی تاجیکستان تحت رقم 116 به جمعیت سهامی کشاده توحید بانک اجازتنامه برای انجام دادن عملیات‌های بانکی اسلامی داده شد. یادآور می‌شویم که با قرار شورای ناظران صاحبکار بانک گزارش این بانک از فعالیت بانکی عنعنوی به فعالیت بانکی اسلامی سنه 1 مارس سال 2019 و مهلت به اتمام رسیدن رسمیات گزارش سنه 1 آگوست سال 2019 مقرر گردیده بود. طبق قرار مجلس عمومی سالانه سهمیه‌داران جمعیت سهامی کشاده صاحبکار بانک از 12 ایون سال روان صاحبکار بانک به توحید بانک تبدیل داده شده بود. بنابر اطلاع دفتر مطبوعاتی توحید بانک سنه 26 ایون سال روان به فهرست یگانه قیدگیری دولتی بانک در شعبه به قیدگیری دولتی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی در شهر دوشنبه تغییرات وارد کرده، سنه 1 ایول سال 2019 شهادتنامه درباره به قیدگیری جمعیت سهامی کشاده توحید بانک به رسمیت درآورده شد.